کتاب شناختنامه غلامحسین ساعدی کوروش اسدی نوشته. این قبلا نشر قصه این کتاب رو منتشر کرده بود، بعد با یه سری کسای دیگه هم بودن، مثلا غیر از غلامحسین ساعدی دولت آبادی بود، فکر کنم نیما بود که شمس نوشته بود، که دیگه بعد که نشر قصه جمع شد و بابک تختی رفت از ایران، این مثلا این یه دونه رو نیما چاپ کرد. ببین مثلا وقتی که شناختنامه رو داری میخونی تقریبا میشه منگار داری داستان میخونی. مثلا اولش اینجوری شروع میشه، میگه که سرزمین ما سرزمین کابوس است، سرزمین تعلیق میان گذشته و آینده، وحشت از ویرانی خانه بنا شده بر پایه های پوسیده و هراس از رفتن زیر سقف جدید ولی غریب. اول کی میرود تو؟ هر کس اول وارد شود قهرمان پشت سری هاست. همه پشت در جمع شدند که یک رضا شاه پا به درون میگذارد و نگاهی به بالا پایین خانه میکند و میگوید یالا بیاید تو، نترسید. بقیه با چشمان وحشت زده یواش یواش جلو میروند و بعد پشت سرش میریزند تو. و حالا این خانه باید تمیز شود که نام داستانی است، همون جور که میدانید از ساعدی. هم نثر جذابی رو کار برده، هم خیلی داستانی طور اومده زندگی رو نوشته. شمس لنگرودی هم یه زندگی نامه نیما رو که تو هم مجموع در آورده، تقریبا میشه گفت یه جورایی رمان طور اون رو نوشته که این درباره ساعدیه که کتابای ساعدی اینجا هستش. و خود کوروش اسدی هم که خدا رحمتش کنه، مثلا این یه دونه از کاراش که برنده جایزه نویسندگان و منتقدان مطبوعات سال 78 بود، این هم باز نیماش در آورد.